خب ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیز و گرامی. اگر از مباحث درسی جلسه گذشته سوالی داریم من در خدمتتون هستم و اگر که مستقیم بریم سراغ ادامه مباحث. سوالی هست فقط به من بفرمایید صدای من رو دارین؟ چون صدام کمی مشکل داشت در سیستم. خب بسیار عالی. آخرین مطلبی که در جلسه گذشته خدمتتون گفته شد ساختار حلقه‌های تو در تو بود که ما آخرین مثال جدول ضرب اعداد 10 در 10 رو تولید کردیم و نحوه اجرای ساختارهای فرمای تو در تو رو خدمتتون معرفی کردیم. در ادامه ساختارهایی که توی این فصل مطرح میشه ما ساختار دیگه داریم به اسم ساختار بیریک که خب قبلا ما در دستور سویچ با این ساختار آشنا شدیم و یه دستوری هستش که برامون آشنا هستش و معمولا ما از این ساختار به همراه تابع اگزیت 0 میتونیم برای پایان دادن به اجرای یک حلقه استفاده کنیم. پس یکی از دستوراتی که میشه برای پایان دادن به حلقه فور ازش استفاده کرد ساختار بیریک هستش. خب معمولا استفاده از بیریک انعطاف پذیری بیشتری رو در اختیار ما قرار میده و در واقع به کمک بیریک میتونیم توی هر جایی از برنامه که هستیم از اون حلقه در واقع خارج بشیم و به اون دستور خاتمه بدیم. نکته ای که وجود داره اینه که قبل از اینکه ساختارهای بعدی رو خدمتتون بگم ما در جلسه گذشته گفتیم که برای اینکه به کمک حلقه وایل یا دو وایل یک حلقه تکرار بی‌نهایت استفاده ایجاد کنیم کافیه که دستور وایل ترو رو مورد استفاده قرار بدیم. ساختار دیگه ای که ارائه دادیم در جلسه گذشته ساختار فور بود. حالا برای اینکه یک حلقه تکرار فور بی‌نهایت ایجاد کنیم کافیه که آیتم هایی که جلوی فور قرار گرفته میشه خالی باشه، یعنی به این شکل، یعنی مقدار اولیه نداشته باشه، شرط حلقه نداشته باشه و گام حرکت هم نداشته باشه. این یعنی که در واقع ساختار جلوی دستور فور من همیشه درسته و تا بی‌نهایت هم اجرا میشه و مثل وایل ترو برای اینکه خارج بشیم از اون ساختار بی‌نهایت کافیه که کلیدهای کنترلی کنترل سی رو با هم دیگه فشار بدیم. مثال 417 این حالا نکته بود که من فراموش کرده بودم توی فور بهتون بگم که اینجا بهش اشاره شد. مثال 417 این برنامه یه رشته اعداد صحیح مثبت رو تا زمانی که 0 وارد بشه میخونه و معدلشون رو میاد حساب میکنه. خب ببینید یه متغیر n دارم، پس برنامه رو تریس میکنیم با هم دیگه. یه متغیر در واقع n داریم، یه متغیر سام دارم که مقدار اولیه‌اش 0 و یک متغیر کانت دارم که باز مقدار اولیه‌اش 0 هستش. با دستور سیاه جمله اینتر پوزیتیو اینتجر رو چاپ میکنه و میگه که 0 رو وارد کن تا خارج بشه. 2 نقطه اندل میزنه، میریم خط بعد. حالا بعد از این جمله همون فوری که بهتون گفتم، یعنی یک فور بی نهایت ایجاد میشه، یعنی یک حلقه ای که تا زمانی که در واقع شما بهش خاتمه ندید این دستور اجرا میشه. داخل این حلقه فور گفته سیاوت کن بک اسلش تی. قبلا بهتون گفتم که بک اسلش تی باعث ایجاد در واقع 7 ستون خالی میشه، یعنی فاصله که شما توی این خروجی ها میبینید 7 ستون خالی رو برای من ایجاد میکنه که گفتیم ما به جای این دستور میتونیم از تابع set w هم استفاده کنیم و آیتم 7 رو بذاریم داخلش، یعنی 8 بذاریم که 7 جای خالی برای من ایجاد کنه. پس 7 جای خالی ایجاد میکنه. بعد میگه که کانت به علاوه 1. خب کانت هم مقدار 0 به علاوه 1 میشه، 1 رو چاپ میکنه.
یعنی یه فضای خالی ایجاد میکنه، یک رو چاپ میکنه، بعد دو نقطه رو سین n، یه عدد n وارد میشه. فرض کنید که کاربرم عدد 4 رو وارد کرده، پس کاربرم عدد 4 رو وارد کرده، کانتم هم که شده 1. میگه اگر n کوچکتر مساوی 0 بود که بریک بزن. میخواد کاربر بریک رو بگه. خب nی که کاربر وارد کرده 4 بوده، کوچکتر مساوی 0 نیست، واسه از حلقه خارج نمیشه. میگه یه واحد به کانت اضافه کن. خب یه واحد به کانت اضافه میشه، کانت هم میشه عدد 2، بعد سام رو با n جمع میکنه، سام هم 0 با 4 جمع میشه 4، حاصل میریزه داخل سام که میشه عدد 4. برمیگرده بالا، دوباره حلقه تکرار میشه، یعنی سی آوت میکنه، بک اسلش تی یعنی یک فضای خالی 7 ستونه رو ایجاد میکنه، کانت رو به علاوه 1 میکنه. درست شد؟ کانتتون در واقع کانتتون مقدارش 2 به علاوه 1 میشه 3، یعنی چاپ میکنه بک اسلش تی کانت هم مقدارش اینجا. ببینید اینجا میگه پلاس پلاس کانت، این پلاس پلاس کانت یعنی یه واحد به کانت هم اضافه کن، کانت هم مقدار اولیه‌اش 0 بوده، یه واحد بهش اضافه میشه 1 و عدد 4 وارد میشه. اگه n کوچکتر مساوی 0 بود بریک میزنه، بعد یه واحد به کانت اضافه میشه کانت هم 2، سام هم با n جمع میشه، یعنی 0 هم با 4 جمع میشه حاصل 4. برمیگرده بالا و دوباره این دستور تکرار میشه، یعنی به کانت هم یه واحد میگه کانت به علاوه 1، به کانت هم یک واحد اضافه میشه، دوباره یه n رو میخونه، n هم عدد 7. خب n هم کوچکتر از 0 نیست، بریک نمیزنه، به کانت یه واحد اضافه میشه، کانت هم میشه عدد 3. سام رو با n قبلی یعنی جمع میکنه، 4 و 7 با هم جمع میشه 11. برمیگرده بالا تا کی؟ تا زمانی که در واقع شما عدد 0 رو وارد کنید برای n تون. خب وقتی که n رو 0 وارد بکنید بریک میزنه، یعنی از حلقه میاد بیرون و جمله the average of those، مثلا کانت به فرض شده 5 تا عدد، جمله positive number is float، سام رو تقسیم بر کانت میکنه، سامتون هر چی که به دست اومده تقسیم بر کانتی که در واقع در نهایت به دست اومده میکنه و این میشه میانگین دیگه. مجموع اعدادم تقسیم بر کانت که بشه میشه میانگین. سوال من چرا در واقع این فلوت قبل از این عبارت قرار گرفته؟ یعنی قرارگیری فلوت قبل از این عبارت چه عملی رو برای من انجام میده؟ اینو من قبلا توضیح دادم، میخوام شما بگی. بچه شما به من بگین چرا قبل از دستور سام تقسیم بر کانت از فلوت استفاده شده؟ ببینیم به این دلیل که سامی که اینجا تعریف کردیم یه متغیر اینتجر، کانت هم یه متغیر اینتجره. حالا زمانی که میخوام بچه صدای من رو دارین؟ زمانی که در واقع سام رو تقسیم بر کانت میکنم ممکنه که مقداری که براش به دست میاد مقدار اعشاری باشه. خب با قرار دادن هر نوع داده قبل از عملیاتتون تبدیل نوع رو انجام میدید، یعنی شما میگید که خروجی که از سام تقسیم بر کانت برای من به دست میاد باید یک خروجی نوع فلوت باشه. خب یه فرصت به من بدین بریم روی در واقع محیط C++ و کدش رو با هم دیگه بزنیم ببینیم که برنامه به چه شکل عمل میکنه.
کد رو بزنیم ببینیم که ساختار به چه شکل عمل میکنه. متغیر n داشتم، یک کانت داشتیم که مقدار اولیش برابر 0 بود، در اصل میانگین چند تا عدد رو به من میداد. سام رو مساوی با 0، یه سی اوت داشتیم، اینتر پوزیتیو، دو نقطه، خب یه فور بی نهایت میخوام ایجاد بکنم. سمیکالون سمیکالون، زیاد سین. این رو از ورودی میخونیم. حالا دستور بریک ایف اگر اینی که خوندیم کوچکتر مساوی با 0 باشه، بریک خب پلاس پلاس کانت سمیکالون، سام رو هم به علاوه مساوی با n میذاریم، آکولاد فورم هم میبندم، بعد سی اوت میکنم، جمله ده پوزیتیو نامبر. چون بعضی از برنامه‌های توی کتابتون یه سری ایرادات داره، مثل حلقه فوری که ما دیروز انجام دادیم و بچه‌ها دیدن که خروجیمون به صورت ستونی در واقع چاپ میشد. من بعضی از برنامه‌ها رو کد میزنم که در واقع اگه ایرادی هم داره ما این ایراد رو بگیریم و حالا دستورات رو شما اشتباه اجرا نکنیم. تقسیم بر کانت اند ال. خب یه خروجی بگیرم ببینم اول دستوراتم کجا ایراد داره. خب یکی این خطه، خاطر این آکولاد بسته است. یه آکولاد باز برای این فوره داشتیم که ایراد داره. خب اینجا درست شد. خب ببینین اتفاقی که افتاد چی بود.
کانت هم صفر بود، سامم هم صفر بود. گفته که سیاهت کن اینتر پوزیتیو اینتجر صفر رو وارد کن تا کویت بخوره. حالا گفته سیاهت کن بک اسلش تی، کانت هم که در مرحله اول صفر بوده با یک جمع میشه، یک رو برای من در اصل چاپ میکنه. حالا یه انی رو وارد میکنیم، مثلا این کتاب 4 رو وارد میکنیم. درست شد. حالا میگه اگه n کوچکتر از صفر بود بریک بزنه، در غیر این صورت به کانت یه واحد اضافه کنه، کانت هم میشه عدد 2. پس بچه تو مرحله اول با این دستور، با این خط دستور کانت رو بذار یک، یکم در واقع کانت هم صفره با یک جمع میشه، یک چاپ میشه. بعد مرحله 4 رو وارد کردم، اینتر که بزنم، حالا به کانت هم یه واحد اضافه میشه، کانت هم میشه عدد 2. سام رو با n جمع میکنه، صفر با 4 جمع میشه، میشه 4. داخل سام هم 4. برمیگرده بالا، بک اسلش یعنی 4 تا فضای خالی ایجاد میکنه و در واقع کانت به علاوه 1 چاپ میشه. ببین کانتتون یه واحد اضافه شده بوده دیگه، کانتتون میشه عدد 2 و در واقع این 2 چاپ میشه. درست شد. پس کانتم اینجا کانتم صفر بوده، یه واحد بهش اضافه شده، شده عدد 1 و شما n رو وارد میکنید. حالا کانتم یه واحد اضافه میشه، میشه عدد 2. کانتم یه واحد اضافه میشه، میشه عدد 2. برمیگرده بالا و این 2 رو برای من چیکار میکنه؟ چاپ میکنه. دوباره مثلا عدد 7 رو وارد میکنید، اینجا عدد 7 رو وارد میکنم. مرحله بعد به کانتم در واقع یک واحد اضافه میشه و 4 و 7 رو جمع میکنه و حاصلش میشه 11. دوباره یعنی تا زمانی که شما صفر رو وارد نکنید این کار رو انجام میده. مثلا فرض کن آخر مرحله من صفر رو وارد میکنم. خب چون صفر رو وارد کردم از حلقه فورم میاد بیرون، میاد اینجا n رو چک میکنه، چون n هم صفره بریک میزنه، از حلقه میاد بیرون به جمله the average of those. کانتم تا 2 بوده، 2 رو چاپ میکنه، پوزیتیو نامبر میاد 4 7 11 رو 4 7 میشه 11 تقسیم بر کانت که 2 میشه عدد 5 رو برای من چیکار میکنه؟ چاپ میکنه و خروجیتون به این صورت نمایش داده میشه. یه بررسی کنیم ببینید ایراد دارین. نه دیگه n بزرگتر مساوی با صفر نباید باشه. n بزرگتر مساوی صفر باشه یعنی 1 2 اینا. اگر n بزرگتر مساوی با صفر بذارین که اصلا از حلقه خارج نمیشه، امتحان میکنیم. n بزرگتر مساوی صفر ران میکنم. خب مثلا عدد 4 رو وارد میکنم. به محض اینکه عدد 4 رو وارد بکنم میاد از حلقه میاد بیرون، چون 1 بزرگتر مساوی صفر آقای رفیعی. اگه n بزرگتر مساوی صفر بشه اولین عددی که وارد بکنید از حلقتون میاد بیرون، بریک میزنه دیگه عدد 1 رو. خب بسیار عالی. بچه سوالی نیست بریم روی کتاب.
خب بذار من اینو بذارمش کانت پلاس پلاس ببینیم به چه شکل عمل میکنه. میخوام کاربرد اینم بهتون بگم. اینم بذاریمش کوچکتر مساوی 0. خب یه ران بگیریم. خب اول عدد 4 وارد میکنم، مرحله بعد 2 7 وارد میکنم، مرحله بعد مثلا عدد 3 رو وارد میکنم. چون من احساسم اینه که بچه این کانت باید باشه کانت پلاس پلاس. چرا؟ با همون برنامه قبلی هم جواب داده، ولی ببینین کانتتون توی مرحله اول 0. خب یه واحد بهش اضافه میشه 1. توی سیاهات اول 1 چاپ میشه، منتظره که شما یه عددی رو وارد کنی. خب عدد 4 وارد کردم. اگه این کوچکتر از 0 بود بریک میزنه که نیست. حالا میگه کانت پلاس پلاس، یعنی کانت مقدارش هر چی که هست بذار داخل کانت، بعد یه واحد بهش اضافه کن. خب کانت هم مقدار اولیش 1. خب برمیگرده بالا سیاهات میکنه کانت به علاوه، یعنی 2 رو چاپ میکنه. ولی توی دستور قبلی وقتی میگه پلاس پلاس کانت، یعنی اول به کانت یه باید اضافه میکرد. کانت هم که 1 بود میشد 2. بعد وقتی برمیگشتیم تو حلقه فور بالا، یعنی اینجا میگفتیم کانت به علاوه 1، در اصل باید برای من کانت هم یه باید اضافه شده بود دیگه، 2 شده بود، بعد کانت 3 چاپ میشد. فکر میکنم که این دستور این شکلی در واقع صحیح تره، یعنی ما کانت رو بذاریم کانت پلاس پلاس، یعنی از مقدار اولی کانت اول استفاده بکنیم، بعد یه واحد بهش اضافه بکنیم. خب بسیار عالی، بریم سراغ مطلب بعدی. خیلی زوم نکنیم روی موارد. اینم در واقع ساختار بریک رو میخواست به ما نشون بده و اینجا هم اشاره شده که در واقع از فور با این ساختار برای ایجاد یک حلقه فور بی انتها استفاده میشه. و نکته این که دستور بریک بچه فقط داخل اون حلقه‌ای که قرار گرفته عمل میکنه، یعنی هیچ تأثیری روی حلقه‌های بیرونی نداره. یه مثال خوب اینجاست دیگه، که مثالی که همون از خاصیت جدول ضرب اعداد 10 در 10 استفاده کرده برای اینکه در واقع یک ماتریس پایین مثلثی رو ایجاد بکنه. یعنی دو تا حلقه فور تو در توه، گفته جاهایی که y بزرگتر از x بود بریک بزن. ببینیم من اول یه دستور رو اجرا میکنم، منتها برای حالا جدول ضرب 10 در 10 این کار رو نمی کنیم. خب پس یه دو تا حلقه فور دارم، یه اندیسه x داره، یه اندیسه y. فرض کنید که این تا عدد 4 میره، اینم تا عدد 4 میخوایم خیلی طولانی نشه. خب بچه ها x هم یکه. اونایی که حالا جلسه دیروز نبودن دقت بکنن، ساختار فورای تو در تو گفتیم به این شکل اجرا میشه که به ازای هر یک بار اجرای حلقه فور بیرونی من که این فور میشه، فور داخلی به طور کامل اجرا خواهد شد. خب x هم یکه میاد پایین، x هم یک از 10 کمتره میاد تو حلقه دوم. y هم یک از حالا 4 کمتره میاد دستور پایین رو اجرا میکنه. میگه اگه y بزرگتر از x بود بریک بزنه. آیا y بزرگتر از x؟ نه، y هم بزرگتر از x نیست. پس میگه else سیاوت کن set w4، یعنی یه فاصله 4 خونه رو ایجاد میکنه. x رو ضرب در y میکنه، یعنی یک ضرب در یک چاپ میشه، یعنی این. حالا میگه سیاوت کن end l، سیاوت میکن end l. آیا این دستور اجرا میشه؟ نه، برمیگرده بالا. یه واحد به y هم اضافه میشه، y هم میشه عدد 2. حالا 2 از 4 کمتره میاد اینجا چک میکنه، میگه اگه y بزرگتر از x بود y هم 2 بزرگتر از 1 هست بریک میزنه، یعنی از این ساختار میاد بیرون و حالا سیاوت میزنه end l. سیاوت end l باعث میشه که بره خط بعد، یعنی میاد این خط. پس توی حالت اول y تون تا 2 کنترل میشه، برمیگرده بالا به x هم یه واحد اضافه میشه، x هم میشه عدد 2.
2 از 4 کمتره، دوباره میاد تو حلقه فور پایین. ایگرگ هم میشه عدد 1. 1 از 4 کمتره، میگه آیا ایگرگ بزرگتر از ایکس؟ ایگرگ هم 1 از ایکس هم که 2 بزرگتر نیست. میگه سی آوت کن ست دبلیو 4 و ایکس ضرب در ایگرگ 2 رو ضرب در 1 میکنه و 2 چاپ میشه. درست شد؟ برمیگرده بالا به ایگرگ هم یه واحد اضافه میشه، ایگرگ هم میشه 2. میگه اگر 2 بزرگتر از 2 بود، میگه آیا 2 بزرگتر از 2؟ خیر. پس سی آوت میکنه، دوباره ست دبلیو 4 یعنی فضای چهارخونه ایجاد میکنه، 2 رو ضرب در 2 میکنه و 4 چاپ میشه. برمیگرده بالا ایگرگ هم میشه عدد 3. 3 از 4 کمتره، حالا چک میکنه اگر 3 بزرگتر از ایکس هم که 2 بود بیریک بزنه. بیریک که میزنه بچه ها میاد این سیاه‌تر رو اجرا میکنه، یعنی سیاهت میکنه اندل، یعنی میره خط بعد میاد اینجا. مرحله بعد برمیگرده بالا ایکس هم میشه عدد 3، یعنی میبینید به ازای یک بار اجرای حلقه فور بیرونیم که داره با متغیر ایکس کنترل میشه، فور داخلیم تقریبا به طور کامل اجرا میشه. خب ایکس هم میشه عدد 3، برمیگرده تو حلقه فور پایین. ایگرگ هم میشه 1، 1 از 4 کمتره، ایگرگ هم بزرگتر از ایکس نیست پس بیریک نمیزنه، سی آوت میکنه، یک فضای چهارخونه ایکس رو ضرب در ایگرگ میکنه، یعنی 3 رو چاپ میکنه. برمیگرده بالا ایگرگ هم میشه عدد 2، 2 از 4 کمتره، چون شرط بیریک هم برقرار نیست، دوباره ایکس ضرب در ایگرگ رو چاپ میکنه، یعنی 6 رو چاپ میکنه. برمیگرده بالا ایگرگ هم میشه 3، 3 از 4 کمتره و شرط بیریک هم برقرار نیست، یه فضای چهارخونه میده و 9 رو چاپ میکنه. دوباره برمیگرده بالا ایگرگ هم میشه عدد 4. 4 کوچکتر مساوی با 4 هست، میاد ایف رو اجرا میکنه، میگه آیا 4 بزرگتر از 4؟ خب 4 بزرگتر از 4 نیست. درست شد؟ ببخشید، میگه آیا 4 بزرگتر است؟ بله 4 بزرگتر است، بیریک میزنه، میاد این سیاه‌تو اجرا میکنه، یعنی میره خط بعد. مرحله بعد برمیگرده بالا ایکس هم میشه عدد 4. ایکس هم میشه عدد 4، میاد دوباره ایگرگ من یه بار دیگه اجرا میشه، ایگرگ هم میشه 1، 1 از 4 کمتره، شرط بیریک هم برقرار نیست، سیاهت میکنه 4 1 4 تا. دوباره ایگرگ هم میشه عدد 2، شرط بیریک هم برقرار نیست، 4 2 تا 8 تا رو چاپ میکنه. برمیگرده بالا ایگرگ هم میشه 3، باز شرط بیریک هم برقرار نیست، یعنی ایگرگ هم 3، ایکس هم 4، 3 از 4 بزرگتر نیست و 3 4 تا یعنی 12 رو چاپ میکنه. برمیگرده بالا ایگرگ هم میشه 4، 4 بزرگتر مساوی 4 شرط برقراره، 4 4 تا 16 رو چاپ میکنه. برمیگرده بالا ایگرگ هم میشه عدد 5. درست شد؟ برمیگرده بالا عدد ایگرگ هم میشه عدد 5. 5 کوچکتر مساوی 4 نیست، از حلقه فور هم میاد بیرون، سیاهت میکنه اندل، یعنی میره خط بعد. یعنی تا این قسمت رو ما حالا برای ما چیکار میکنه؟ چاپ میکنه. بچه این مثال هم گزینه خوبیه که به عنوان سوال امتحان براتون واقع بشه. اگر فکر میکنین که نیاز دارین کدش رو بزنین و خروجی رو ببینین، یه لحظه بریم روی صفحه کد و خروجی رو با هم ببینیم. آیا کدش رو بزنیم؟ مثال خیلی خوبیه، چون من جدول ضرب رو دیروز براتون زدم. کد اینم بزنیم ببینیم خروجی به چه شکل اجرا میشه. خب این پس نحوه تریس برنامه‌تون. خب دو تا حلقه فور داشتم، فور اینت، حالا با آی این کارو میکنیم، ایکس نذاریم، آی مساویه با 1 سمیکالون تا زمانی که آی مثلا کوچکتر مساویه با، من 4 در 4ش رو در واقع اجرا میکنم، آی
پلاس پلاس. حلقه بعدی فور جی هستش که حلقه داخلیشه، یکم داخلی تر می نویسم. فور اینت جی مساوی با 1، جی کوچکتر مساوی باز 4 باشه. جی پلاس پلاس. خب گفتیم که داخل حلقه اول نکته‌ای که وجود داره مثل تمرین دیشب آکولات باز رو برای فور بیرونی گذاشته. میگه که ایف، چون توی قبلی ما گفتیم اگه فور از یک جا شروع به یک جا ختم بشه، حلقه فور داخلیتون نیاز به آکولات باز و بسته نداره. ایگرگ بزرگتر از ایکس بود. اگر ایگرگ بزرگتر از ایکس بود بریک بزنه. در غیر این صورت بیاد چیکار کنه؟ سی اوت کنه. else سی اوت کنه تابع set w با حالا فاصله 4 تایی، من بیشترش میکنم مثلا فاصله 6 تایی. من یه جایشو با خطا می نویسم، شما بگید ایرادش کجاست. آی ضرب در جی، من قبل از اینکه رانش کنم با خطا نوشتمش. سی اوت کن NDL. خب آکولاد فورم که بسته شده و بسته. من قبل از اینکه رانش کنم شما به من بگید خطای برنامه کجاست. اولا که اینجا، منظورم این خطا نیست، اینجا چون آیا جی به کار بردیم میگیم اگر جی بزرگتر از آی بود. این نه، ما این خطا رو نمیخوایم. اگه این برنامه رو ران کنم یه خطا به من میده، به من بگید اون خطا کجاست. بچه من دیروز بهتون گفتم تابع set w کجا قرار گرفته؟ توی یک هدر فایلی به اسم آیومن آی پی. خب من وقتی ابتدای برنامه این کلود آیومن آی پی رو تعریف نکنم، وقتی برنامه رو ران میدم set w رو نمیشناسه، به همین خاطر خطا میده. خب ببینید دقیقا همون اشکالی که توی برنامه دیروز بود هم اینجا اتفاق افتاد. اصلا چیزی به اسم ماتریس پایین مثلثی با ابعاد 4x4 رو برای من چاپ نکرد. اعدادی که برای من چاپ کرد پشت سر هم دیگن و ایراد اونجا بود که آکولات باز و بسته که یعنی توی کتابتون ایراد هست، آکولات باز و بسته که توی حلقه فور داخلی من گذاشته باعث میشه که بعد از هر فوری که اجرا میشه این سی اوت NDL من اجرا بشه و در واقع بره خط بعد. پس من آکولات باز رو اینجا میذارم، انتهاش آکولات بسته رو اینجا میذارم. حالا برنامه رو ران کنیم، خروجی رو ببینیم. درست شد؟ اینجا یه خطای دیگه ممکنه حالا سوال براتون ایجاد بشه که چرا عدد چهارم که 16 است رو چاپ نکرده، چون من اینجا مساوی رو نذاشتم. حالا جی کوچیک‌تر مساوی 4 یه ران دیگه بگیرم 16 برای من چی میشه؟ چاپ میشه. پس اینو توی کتابتون اصلاح کنین. توی کتابتون این فور داخلی ما اینجا آکولادو بازو بسته کرده. وقتی برای فور داخلیتون آکولادو بازو بسته کنید این دستور سی اوت NDL دستور حلقه فور جیتون میشه، یعنی هر بار که جیتون اجرا میشه
یه اندل میزنه میره خط بعد. به همین خاطر این اعداد به صورت سطر به سطر نمایش داده میشه، یعنی 1 تو سطر اول، 2 تو سطر دوم، 4 تو سطر سوم، 3 تو سطر در واقع چهارم تا الی آخر. پس آکولات باز و بسته باید برای فور بیرونی باشه، یعنی هر بار که شرط حلقه فور جی من نقض شد، حالا یه اندل میزنه میره خط بعد یه واحد به آیم اضافه میشه. اوکی بچه ها، خیلی مهمه که این در واقع در کتاب شما دارای ایراد هستش. خب سوالی دارین؟ خب یکم سرعتمون رو ببریم بالاتر که خیلی هم روی مطالب نمونیم. حالا به هر حال اینا مورداییه که خودتون هم میتونید توی خونه کدا رو بزنین و ایرادا رو درارین. من تا اونجا که بشه این کار رو انجام میدم. پس بچه اینم گزینه خوبیه، یعنی سوال خوبی هستش برای اینکه در واقع سوال امتحان واقع بشه. حالا ممکنه که تو امتحان بگن که برعکس یه شکلی از جدول ضرب رو چاپ بکنید که حالت بالا مثلثیش نمایش داده بشه. خب ما کافیه که این شرط رو جابجا کنیم دیگه، بگیم جایی که x بزرگتر از y هست رو بیریک بزن. بذارید من یه لحظه شیر کنم اسکرین رو ببینیم که اگر برعکسش کنیم چه اتفاقی میفته. ببینید اینجا به جای اینکه بگم j بزرگتر از آیه، بگم جاهایی که i بزرگتر از j. اینا دیگه بازیاییه که خودتون میتونید با برنامه انجام بدید، خروجی ببینید. من یه ران میگیرم. خب ببینید جایی که i بزرگتر از j بود فقط اومد در واقع 4 تا عدد اول رو به من نشون داد. i هم یک از 4 کمتره میاد سراغ j هم یک کمتر از 4. حالا میگه آیا i بزرگتر از j نسی اوت میکنه، i ضرب در j 1 رو چاپ میکنه. درست شد. حالا j یه واحد اضافه میشه، j میشه عدد 2. حالا میگه آیا i بزرگتر از j؟ خیر. بعد دوباره 1 رو باید ضرب در 2 کنه، 2 رو نمایش میده. دوباره میگه که j هم میشه عدد 3، 1 ضرب در 3 رو نمایش میده. j هم میشه عدد 4، 1 ضرب در 4 رو نشون میده. برمیگرده بالا، یعنی یه اندل میزنه میاد پایین، بعد برمیگرده بالا i رو میکنه عدد 2. 2 از 4 کمتره. حالا j هم 1، چون 2 بزرگتر از 1 میشه دیگه بیریک میزنه میاد بیرون، یعنی فقط این آیتم چاپ میشه. درست شد؟ پس اگر i بزرگتر از j بشه فقط سطر اول یا ردیف اولم چاپ میشه. حالا اگر بخوایم در واقع مثلث رو برعکس چاپ کنیم بچه، شرطتون مثلا باید آیتون از 4 شروع بشه تا 1، اینا کاهشی بشن. ببین مثلا اینطوری خودتون برنامه رو دستکاری کنیم تا زمانی که i مثلا بگید بزرگتر مساوی 1 بشه، یعنی از کاهشی استفاده کنید. i بزرگتر مساوی با بزرگتر مساوی با 1 بشه، اینو بذاره i ماینس منها j هم دوباره از 4 شروع کنم، زمانی که j بزرگتر مساوی با 4، j رو یه واحد کم کنیم. خب اینم بذاریم اگه j بزرگتر از i بود. حالا ببینیم خروجی چی بهمون میده. ببین شرط رو کاهشی کردم، یه رام بزنیم. خب فقط عدد 16 رو به من داد، یعنی توی این حالت فقط عدد 16 رو به من داد. حالا میگم اگر i
بزرگتر از J بود. ببینیم چه خروجی به من میده. فقط 16 و 12 و 8 و 4 رو به من داد. این حالا خروجی های متفاوتی که میتونید انجام بدین. حالا یه تمرین اینجا بهتون میدم. ببینین بیاین چیکار کنین. بیاین برعکس این تمرین باشه به عهده خودتون. خب یعنی انجامش بدید برای جلسه آینده. الان دقت کردین که من ماتریس پایین مثلثی رو به دست آوردم، یعنی جدول ضرب 10 در 10. ماتریس پایین مثلثیش رو به دست آوردم، یعنی اعداد 1 2 4 3 6 9. شما برعکس این رو چاپ بکنید، یعنی ادامه این در واقع جدول ضرب 10 در 10 رو برام چاپ کنید. یعنی به جای اینکه اینا چاپ بشن، اعدادی که اینجا چاپ بشن، یعنی عدد 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بعد 6 8 10 تا الی آخرین قسمت بالای ماتریس رو برای من چاپ بکنه. این به عنوان تمرین به عهده خودتون باشه و نمره هم داره هر کی انجامش بده و توی گروه ارسالش بکنید. خب دستور بعدی دستور کانتینیوه. ببینید در کنار دستور کانتینیو بعضی از دستورات هستن که مثلا دستور بیریک باعث می شد که در واقع از یک حلقه، یعنی داخلی ترین حلقه، ما بیایم بیرون. دستور کانتینیو هم به همین شکل عمل میکنه، اما به جای اینکه حلقه رو در واقع خاتمه بده، میاد اجرا رو به تکرار بعدی حلقه منتقل میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان توی چرخه فعلیتون هستید، مثلا x تون مساوی با 1، اجرا x مساوی با 1 رو لغو میکنه، میره x مساوی با 2 رو، یعنی دور بعدی حلقتون رو اجرا میکنه. اگر به این برنامه دقت بکنین، یه متغیر n دارم، یک متغیر n دارم که مقدار اولیش 1، یه متغیر c دارم که جنسش کاراکتره، یه حلقه فور استفاده کرده که داخل حلقم فقط به n یه واحد اضافه میشه، پس به فورم یه واحد اضافه میشه. میگه سی اوت کن /n، یعنی میره به خط بعد و چاپ میکنه لوپ no دو نقطه n تون عدد 1. درست شد. اندل میزنه میره خط بعد، سی اوت میکنه، میگه کانتینیو، چاپ میکنه کانتینیو y یا n، یعنی مثلا yes و no رو وارد بکنید. y رو وارد کنید، میگه ادامه بدم. حالا فرض کنید که کاربرم کلمه y رو وارد میکنه، میگه بله مثلا ادامه بده. خب حالا میگه اگه که کاراکتری که کاربر وارد کرده بود دقیقاً y بود، کانتینیو کن، یعنی میاد دور بعدی رو، یعنی دوباره برمیگرده تو حلقه فورم، یه واحد به n هم اضافه میکنه، n هم میشه عدد 2، دوباره سی اوت میکنه /n، یعنی میره خط بعد لوپ n و n تون که عدد در واقع 2 شده رو چاپ میکنه، میگه کانتینیو. فرض کنید که کاربرم دوباره y رو وارد کرده. خب اگه y رو وارد کرده، دوباره برمیگرده بالا، به n هم یه واحد اضافه میشه، n هم میشه عدد 3. حالا توی یعنی سی اوت میکنه n لوپ، ببینید n لوپ 3. حالا میگه سی اوت کن کانتینیو رو چاپ میکنه. فرض کنید که کاربرم به جای کاراکتر y کاراکتر n رو وارد میکنه. حالا میگه اگه c مساوی با y بود که c مساوی با y نیست، بریک میزنه، از حلقه میاد بیرون و چاپ میکنه، یعنی /n رو، یعنی میره خط بعد و چاپ میکنه توتال آف لوپ مقدار n. مقدار n هم چند تا بوده؟ 3. پس کانتینیو در واقع باعث میشه که شما پرش کنید به دور بعدی حلقتون و همین کاربرد رو داره که ما امروز خیلی از این ساختار استفاده نمی کنیم. خب اینم از کانتینیو. خیلی مهم نبود که من مثالش رو کد بذارم براتون. یکم دستور گوتوه، همونطور که اینجا اشاره کرده، بیری، کانتینیو و سویچ باعث میشن که اجرای برنامه در واقع بره به یک مکان دیگه از یه جای دیگه از برنامه که به طور طبیعی باید میرفت و منتقل میشد. یعنی مثلا کانتینیو شما رو میبرد به دور بعدی حلقتون، سویچ باعث میشد که شما انتقال پیدا کنید به اون کیسی که عددش با عبارت مقابل سویچ یکسانه، و بریک هم که شما رو از حلقه خارج میکرد. هر سه تا این دستورها ما اصطلاحاً بهشون دستورهای
پرش میگیم، چون باعث میشه که اجرای برنامهتون در واقع منتقل بشه روی دستورهای دیگه. اما این ساختاری داریم به اسم ساختار گوتو که دقیقا ما رو میبره به جایی که خودمون میخوایم، یعنی یک برچسبی رو ما تعریف میکنیم و با کمک اون برچسبه و گوتو سویش میکنیم به اون برچسبه. در واقع برچسبه یا لیبل شناسه‌ایه که جلوش علامت کلون یا 2 نقطه قرار میگیره و برچسب ها یکم شبیه کیس ها توی سویچ عمل میکنن، یعنی مقصد پرش رو مشخص میکنن. مزیتی که گوتو داره اینه که با استفاده از اون میتونیم از حلقه های تو در واقع خارج بشیم. من این مثال رو ترس نمی کنم، فقط بهتون میگم که چه کاری رو انجام میده، تستش با خودتون باشه. بچه 3 تا حلقه فور تو داریم. گفته اگر آی به علاوه جی به علاوه کا بزرگتر از این بود، گو تو کن اسکیپ. اون چیزی که جلوی گو تو قرار میگیره نام اون برچسبیه که ما باید بهش پرش بکنیم. درست شد؟ خب یعنی برنامه شما سویچ میکنه به جایی که اسکیپ یعنی ESC تعریف شده. جلوی ESC حتما باید علامت کولون قرار بگیره، یعنی اگر این شرط برقرار شد برنامه شما دیگه نمیاد خط بعدی رو اجرا کنه، سویچ میکنه یا پرش میکنه به جایی که اون برچسب تعریف شده و این سیاه چی میشه؟ چاپ میشه. پس این هم در واقع ساختار گوتو که برای پرش به یک بخش خاصی از برنامه مورد استفاده قرار میگیره. خب حالا بهش جامپ هم میگن. اینم یه برنامه است که پرش به یه بخش از برنامه رو بدون گوتو انجام داده و از یک متغیر به اسم دان استفاده کرده که نوعش رو فالس گذاشته. گفته هر موقع که نوعش شد ترو شما از اون حلقه خارج بشی و بیای سیاهات رو چاپ بکنی. من اجرای اینا رو میذارم به عهده خودتون چون نکته خاصی نداره. بریم سراغ بخش بعدی که تولید اعداد شبه تصادفیه و این بخش هم بچه از اون بخش سوال خیز هستش و کاربردش کجاست. ببینیم توی دنیای کامپیوتر ما خیلی موقع ها نیاز داریم که یک سری داده ها رو داشته باشیم و عملیات رو روی اون داده ها اجرا بکنیم. یعنی فرض کنیم که میخواین که یک محیط واقعی رو پیاده سازی کنید ولی خب دسترسی به اون محیط واقعی نداریم، پس باید داده های اون محیط رو شبیه سازی کنید تا بتونید اون الگوریتم رو با کامپیوتر پیاده سازی کنید و در واقع از داده های شبیه سازی شده استفاده کنید برای پیاده سازی این محیط. حالا تابع هایی که توی این بخش یاد میگیرید دقیقا همین کار رو انجام میدن، یعنی برای شما اعداد شبه تصادفی در واقع تولید میکنن یا اعداد تصادفی تولید میکنن که ما با کمک اون اعداد میتونیم اون محیط واقعی رو شبیه سازی بکنیم. پس توی شبیه سازی ها اینها کاربرد دارن. برای اینکه بیایم در واقع اعداد تصادفی تولید بکنیم ما باید از یک هدر فایلی به اسم CSTDLib استفاده کنیم. حالا توی این هدر فایل CSTDLib یک تابع وجود داره به اسم رند که این تابع اعداد صحیح شبه تصادفی رو در محدوده 0 تا رند مکس تولید میکنه. حالا این رند مکس خودش ثابته که توی این کتابخونه CSTDLib قرار گرفته. هر بار که تابع رند رو فراخوانی میکنید یک عدد صحیح متفاوت بدون علامت رو تولید میکنه که در محدوده مثلا حالا شروعتون 0 تا اون رند مکس قرار داره که حالا از کامپیوتر تا کامپیوتر دیگه متفاوته. یعنی ممکنه که اعداد شبه تصادفی که تو کامپیوتر من میده با کامپیوتر شما متفاوت باشه. پس نکته اولا اینکه ابتدای برنامه‌تون باید از CSTDLib استفاده کنید. چرا؟ چون تابعی که به شما اعداد شبه تصادفی یا تصادفی میده تابع رنده. این اعداد تویش محدوده قرار گرفتن از 0 تا رند مکس که این تابع که این رند مکس گفتیم که توی کامپیوتر مختلف متفاوته. پس هم رند مکس هم رند توی CSTDLib تعریف شدن. نه اگه شما CSTDLib رو قرار ندید تابع رند و مقدار رند مکس رو نمیشناسه. درست شد؟ خب یه قطعه کد ببینید که
برنامهتون از تابع رند استفاده میکنه برای تولید عدد تصادفی یا شبه تصادفی، یعنی شبیه تصادفی. تابع CSTD لایب رو ابتدای برنامه تعریف میکنم، بعد IOSTream رو تعریف میکنم. یه حلقه فور تعریف کرده. این حلقه فور به خاطر اینه که من بیام 8 عدد تصادفی رو تولید بکنم، یعنی آیم که صفر هست، صفر ازش کمتره، حالا میگه سیاوت کن رن، بچه میاد یک عدد تصادفی رو تولید میکنه. اولین عدد تصادفی تولید شده اینه. اندل میزنه میره خط بعد نمیره دیگه، چون فورم تک دستوری برمیگرده بالا. آیم یه باید اضافه میشه، آیم میشه عدد اول صفر بوده، آیم میشه عدد یک از 8 کمتره، دوباره یه عدد تصادفی دیگه تولید میکنه، برمیگرده بالا، آیم میشه عدد 2، یه عدد تصادفی دیگه تولید میکنه چون 2 از 8 کمتره، تا زمانی که میرسه به عدد 7 هم از 8 کمتره، 8 من عددم تولید میکنه، برمیگرده بالا 8 آیتون میشه 8 از 8 کمتر نیست، از حلقه فور میاد بیرون و این سیاه‌تر رو چاپ میکنه. جمله رند مکس مساویه با رند مکس، یعنی میخواد بهتون بگه آخرین عدد تصادفی که یا بازش مثلا شروعش از صفر بوده، درست شد، یا شروعش از این بوده تا این عدد، این آخرین عدد تصادفی که توسط این کامپیوتر در واقع تولید میشه. پس 8 تا عدد صحیح بدون علامت رو برای ما تولید میکنه که به طور یک نواخت توی فاصله های 0 تا رند مکس گسترش پیدا میکنن که رند مکس توی این کامپیوتر این عدده. حالا اگه یه خروجی دیگه بگیریم، یه اجرای دیگه از این برنامه رو نشون میده. ببینیم، من برگردم آخر عددی که اینجا نمایش داده شده بود. ببین باز یعنی شروعتون از چه عددی باشه ما به این میگیم هسته عدد تصادفی. توی این برنامه شروع هم از این عدد بود. ببینیم با دور بعدی که اجرا شده همون بوده. بله، پس هسته اجرای تابع رند مکستون از این عدده. حالا من میرم روی در واقع صفحه کدم و برنامهش رو میزنیم چون مهمه. پس لحظه برگردم، میخوایم دو بار بهتون بگم کدوم برنامه رو میخوایم اجرا کنیم. همین برنامه‌ای که برای تولید اعداد در واقع تصادفی گفتیم رو میخوایم در واقع اجرا کنیم. یکی دو بار خروجی بگیریم، هر بارم خروجیاتون متفاوته، ولی گفتیم که شروعش که میشه هسته تولید اعداد شبه تصادفی من از یه بخش هست. من سری کدش رو بزنم. یه حلقه فور ساده داشتم. فور آیم از صفر شروع میشه، سمیکالون آی کوچکتر مساویه با 8 هست، سمیکالون آی پلاس سیاوت کن تابع رند. ببین به محض اینکه میزنم آر رند، خب رند رو نداشت توی لیستم، تابع رند اند ال سمیکالون خب میگم سیاوت کن. خب ببینیم که رند مکسش چقدره، یعنی حد اکثر بازش. رند مکس هم با حروف بزرگ می نویسم، رند اندرلاین مکس، اصلا ببینیم میشناسش، مساویه با رند. بله ببین دارش، اصلا رند مکس رو توی لیستش داره. رند مکس اند ال. خب این آکولات بستم، اینجا ببندیم، فضا هم درستش کنیم. ابتدای برنامه‌مونم بچه ها گفتیم که باید چی رو تعریف کنیم؟ CSTD لایب.
yes td لایو. حالا یه ران بگیرم. خب ارور بهم داد توی این خط. آی از صفر شروع بشه. آها اینجا گفته که آی تعریف نشده است دیگه. من گفتم هر متغیری که تو حلقه فورم تعریف میشه باید تعریف بشه. نوعش مشخص شد. آها ببینین چه اتفاقی افتاد. هسته یا شروعش، مثلا تو برنامه شما از یه عدد 130 بقیه‌اش یادم نیست شروع میشد. هسته شروع این عدد تصادفی من از این عدده تا حالا عدد 8 و حد اکثر رند مکس من هم 214 748 36 47 که حالا با عدد کتاب متفاوته. بچه‌ها ببین یک عدد یه سری به خاطر داشته باشه، مثلا عدد دوم 84 69 ولی شروعش 180. درست شد. من یه ران دیگه از این برنامه بگیرم، هستمون باید همین باشه، یعنی همین عدد 180 42 باشه ولی بقیه اعداد متفاوت باشن. من یه ران دیگه میگیرم. ببینین یه ران دیگه گرفتیم ولی اعدادم انگار باز همون شد. درست شد. 16 و 17 شاید متفاوته. 84 69 یه ران دیگه بگیرم. دقیقا اعدادمون همون شد، یعنی با هر بار ران کردن اعداد شبه تصادفی که برای من تولید کرده همون اعداد قبلیه. پس این تابع کمکتون میکنه که اعداد شبه تصادفی تولید کنید. با کمک کدوم تابع؟ تابع رند. الگوش کجا قرار داره؟ تو CSD لایب قرار داره. رند مکس چی رو به شما نشون میده؟ میگه این اعدادی که تولید شدن در بازه صفرن تا این عددی که اینجا برای شما چی میشه؟ نمایش داده میشه. خب سوالی هست؟ اگر نیست بریم بخش بعدی، خیلی طولانی شد فصل 4 تون. خب گفتیم که شروعش با این عدده. ما به این عدد در هر بار اجرا میگیم هسته، در واقع اون عدد تصادفی و اعداد بعدی بر اساس این ساخته میشن. حالا توی این رانی که توی این برنامه گرفته هستش مشترک بوده ولی اعداد بعدیش در واقع متفاوت بودن که حالا توی کامپیوتر من این اتفاق نیفتاد. پس نکته اینه که هر عدد شبه تصادفیتون از روی عدد قبلی ساخته میشه. یعنی این عدد از روی عدد قبلی ساخته میشه، این عدد از روی عدد قبلی، این عدد از روی عدد قبلی و ما به اولین عدد میگیم هسته یا کرنل. پس به اولین عدد یا کورش. درست شد. هسته یا کرنل یا کور در واقع اون عدد شبه تصادفی. یعنی هر دفعه که برنامه‌تون اجرا میشه هسته با یک مقدار پیش‌فرض بارگذاری میشه که ما برای حذف این اثر نامطلوب که از تصادفی بودن اعدادمون بکاهه میتونیم از تابع اسرند استفاده کنیم و خودمون مقدار هسته رو تعیین کنیم. پس توی هر بار ران میاد از این هسته که خودش پیش‌فرض قرار داده استفاده میکنه. یه موقعی هستش که ما میخوایم هسته رو خودمون تعریف بکنیم، پس از یک تابع به اسم اسرند استفاده میکنیم. پس چند تا نکته شد. رند اعداد شبه تصادفی میسازه. رند مکس مشخص میکنه که اعداد تصادفیتون تو چه بازه‌ای هستش. تابع اسرند کمک میکنه که مقدار هسته رو یا مقدار اولیه عدد تصادفی رو خودتون تعیین بکنید. برنامه مثال 423 مثل 422 به جز اینکه هستش رو خودمون تولید میکنیم. همون تابع CSD لایب رو باید در برنامه قرار بدیم. بعد از یک متغیر بدون علامتی به اسم سید به معنای همون هسته هستش استفاده میکنیم، یعنی اون رو به صورت بدون علامت تعریف کنیم. حالا میگیم سید رو خودت وارد بکن. پس سید رو وارد میکنم. بعد از تابع اسرند با سید استفاده میکنیم برای اینکه این سیدمون مقداردهی اولیه بشه، یعنی توسط عددی که ما میدیم
مقدار دهی اولیه بشه و با استفاده از اون حلقه فوری که گفتیم اعداد شبه تصادفی من تولید میشه. یعنی برنامه رو که بچه من ران میگیرم، کاربرم سید رو هسته اولیش رو 0 داده، پس عدد بعدی که تولید شده این اعداده. توی مرحله بعدی سیدمون رو 1 داده، اعدادی که تولید شده در واقع این اعداده. توی مرحله بعد بچه ها هسته رو داده 1 2 3 4 5 که اینجا وجود داره، پس اعداد بعدیش که تولید میشه باید قاعدتا این باشه. آیا ببینیم همینه؟ بله، ببین 1 2 3 4 5 هسته رو داده، عدد بعدیش شده 140 69 32 606. پس ما باز اینم سوال خیزه، ما خودمون میتونیم مقدار اولیه هسته رو با تابع چی؟ با در واقع تعریف مقدار سید، من برگردم عقب، و تابع چی؟ اسرند ایجاد بکنیم. من کد این رو هم براتون میزنم چون خیلی بپسش مهمه، یعنی یه اصلاح در واقع روی همون کد قبلی انجام میدیم فقط. خب گفتیم که میخوایم خودمون مقدار اولیه سید رو، یعنی مقدار اولیه هسته رو مشخص بکنیم. درست شد؟ خب میام چیکار میکنم؟ اولا یه متغیر بدون علامت آن ساین، آن ساینم که از نوع داده در واقع چیه؟ صحیح. آن ساین اسمش رو میذاریم سید، تعریف میکنم. درست شد؟ بعد یه دستور میذارم میگم که مثلا سی اوت کن اینتر سید دو نقطه، بعد از ورودی میخونم سیدو، درست شد؟ بعد از تابع اسرند استفاده میکنم برای اینکه خودمون در واقع اون سیدی که وارد کردیم به عنوان هسته من مقدار دهی بشه سید، و حالا در حلقه فورم قرار میگیره. دیگه رندوم اکسس رو نمیخوایم، این دستور رو نمیخوایم. یه ران بگیرم. خب ببینیم خطامون اول کجاست. اینجا میگه سیاهات هم سمیکالون نداره. ران میگیرم دوباره. خطای بعدیم این سینم هم سمیکالون نداره. خب میگه اینتر سید یه عدد وارد کنید، مثلا من سیدمو میذارم 10. درست شد؟ با اسرند مقدار اولیه سید من 10 قرار میگیره، یعنی مقدار اولیه سید 10 که قرار گرفتم میشه مقدار هسته یا عدد شروع من. حالا تو حلقه فور که اجرا بشه بچه ببینین 8 عدد تصادفی به من میده. حالا بچه من این عدد تصادفی رو کپی میکنم توی در واقع اجرای بعدی بهش میدم. عدد بعدی که باید به من بده باید 131 19 62 208 باشه، عدد بعدیش 108 باشه. پس من سیدم و این عدد میدم. حالا عدد بعدی رو شما تو ذهنتون بسپارید که 131. پس یه ران دیگه ازش میگیریم. من سید و این عدد میدم. ببینیم باید با 131 شروع بشه ولی نشده. پس ببینین اون چیزی که توی کتاب شما داده شده لزوما درست نیست. یعنی توی کتاب گفته که شما مثلا هر کدوم از این اعداد رو بدید، مثلا من عدد 191 68 27 21 رو اگه بدم، عدد بعدیم قاعدتا باید 211 با 211 شروع بشه. خب با 211 من یه ران دیگه میگیرم ببینیم همون میشه. سیدم رو دادم این عدد. ولی یک عدد دیگر رو به عنوان خروجی به من
داد. ولی چون حالا توی کتاب گفته و ممکنه که سوال امتحان براتون واقع بشه، شما طبق کتابتون یعنی بیستون بیس کتاب باشه. ببینید کتاب میگه چی؟ میگه که من یه خروجی گرفتم با سید 0. خب یه خروجی گرفتم با سید 0، شروع عدد بعدیم شد 1 2 3 4 5. بعد سیدمو 1 گرفتم، خروجیم شد این. حالا اگه سیدمو بگیرم 1 2 3 4 5، مابقی اعداد تصادفی که تولید میشه باید از 140 69 شروع بشه، یعنی شبیه این بشه. حالا بذارید من یه بار سیدو بدم 0. خب گران بگیریم، سیدو بدیم 0. عددی که تولید شد اینه 180 فلان. خب برای عدد 1 2 3 من نداد دیگه، از کامپیوتر به کامپیوتر دیگه سیدو میدم 1، باز هم 180 یه آیتمی رو داد. پس از کامپیوتر به کامپیوتر دیگه این مسئله چیه؟ متفاوت. و آخرین مطلب این فصل پس نکات مهمی رو یاد گرفتیم. آخرین مطلب این فصل در واقع کاربرد این تابع استرند هستش و که ما برای یکی از کاربردهای دیگهش تنظیم ساعت سیستمتونه، یعنی این مقدار هستمون به صورت دستی وارد شد دیگه. و یکی از کاربردهایی که داره اینه که با استفاده از اون میشه مشکلی که توی ساعت سیستم هست رو حل کرد. ببینید ساعت سیستمتون زمان فعلی رو بر حسب ثانیه نگه میداره. تابع تایم که توی هدر فایل سی تایم تعریف شده زمان فعلی رو به صورت یک عدد صحیح بدون علامت برمیگردونه. این مقدار میتونه به عنوان هسته برای تابع رندتون استفاده بشه. پس اینکه ما میتونیم مقدار هسته رو به طور محاوره‌ای وارد کنیم مشکلیه که با کمک ساعت سیستم حل میشه. خب ساعت سیستم کارش اینه که زمان رو بر حسب ثانیه نگه میداره. تابع تایم هم که توی هدر فایل سی تایم قرار داده زمان فعلی رو به صورت یک عدد صحیح بدون علامت برمیگردونه دیگه. ما هم هسته رو که تعریف میکردیم یه عدد صحیح بدون علامت بود. این مقدار میتونه به عنوان هسته برای تابع رندتون استفاده بشه، یعنی همون برنامه مثال 423 رو ما اینجا می نویسیم، با این فرق که هسته تولید کننده اعداد شبه تصادفی رو با استفاده از ساعت سیستمم تنظیم می کنم. برای این کار باید چیکار کنم؟ از یک هدر فایلی به اسم سی تایم استفاده کنم که توی این در واقع هدر فایل تابع تایم تعریف شده، یعنی اینکه به جای اینکه بریم عدد تصادفی بهش بدیم ساعت سیستم رو بهش میدیم. به جای تابع سی تایم اگر جواب نداد برنامه‌مون میتونیم از time.h استفاده کنیم. پس ببینین هر دوتاش رو اینجا سی تایم رو نوشته که میگه تابع تایم داخلش تعریف میشه، میگه که اگر در واقع سی تایم جواب نداد از time.h استفاده کنیم. یه متغیر بدون علامت به اسم سید یا هسته تعریف کرده، مقدار اولیه سید رو داده تایم، درست شد، که در واقع ساعت سیستمه و مقداری که داخل این تایم قرار میگیره رو فعلا خالی میذاریم، یعنی نال میذاریم، هیچی نمیذاریم که بر اساس ساعت سیستم هم تعریف بشه. بعد میگه سیاوت کن سید رو، یعنی مقدار اولیه ساعت سیستم رو بر من چاپ میکنه. بعد از تابع استرند استفاده میکنم تا سایر اعداد تصادفی رو من بده و حالا یه حلقه فورم استفاده کرده تا اون اعداد چی بشه؟ تولید بشه. الان این مقداری که در واقع به شما داده شده ساعت سیستمتون بر حسب ثانیه است. اوکی بچه چی شد؟ این برنامه که خیلی هم مهمه، خیلی موقع سوال امتحان بوده، میاد اعداد تصادفی رو بر اساس ساعت سیستمتون تنظیم میکنه و این اعدادی که به شما داده شده همون ساعت سیستم شماست منتها بر حسب ثانیه. برای این کار حتما باید از هدر فایل سی تایم یا time.h استفاده کنید. چرا؟ چون مقدار اولیه سید رو که میخواید بدید
ما اونجا مقدار اولیه سید رو با سین خودمون وارد میکردیم، اینجا با مقدار تایم یعنی ساعت سیستممون تنظیمش کردیم. درست شد؟ بعد دیگه بقیه آیتماش هم که مثل قبلی از تابع اسرند استفاده کردم. الگوش توی CSTD لایب هستش و این باعث تولید اعداد شبه تصادفی بر اساس سید میشه. سید من چی بوده؟ ساعت سیستم من بوده. احتیاج هست دیگه بچه کدش رو بزنم. اینم بچه خیلی مهمه، یعنی ممکنه سوال امتحانتون باشه. متوجه شده این فرق این برنامه با اون برنامه چیه؟ ببین برنامه قبلیمون که مقدار هسته رو خودمون به طور دستی میدادیم، اینجا یه متغیر بدون علامتی به اسم سید تعریف کردیم، با سین بهش مقدار دادیم. توی برنامه جدید مقدار در واقع سیدمو با تابع تایم مقدار دهی میکنم که میگم مقدار اولیه‌اش هم میذارم نال یعنی خالی. این با تایم یا زمان سیستم من مقدار دهی میشه. درست شد؟ با زمان سیستم من بر حسب ثانیه مقدار دهی میشه. بقیه قسمتاش هم که مشابه. یعنی ما در اصل به جای این سید، یعنی به جای اینکه از ورودی خودمون عدد رو وارد بکنیم، سیدمون رو با تابع تایم مقدار دهی کردیم و ابتدای برنامه هم از تابع در واقع سی تایم استفاده کردن یا از در واقع تایم دات اچ، هر کدوم که جواب داد. بله میتونیم کد رو بزنیم. فقط میخوام فرق رو بدونید. توی برنامه قبلی ما سید رو دستی خودمون مقدار دهی کردیم، اینجا با ساعت سیستمم اومدم این کار رو انجام دادم. خب همون برنامه رو فقط یکم اصلاحش میکنم. اولا اینکه ابتدای برنامه باید یک هدر فایل بذارم، اینکلود سی تایم. اول با سی تایم اجرا میکنیم، اگر جواب نداد تایم دات اچش میکنیم. خب نه آنساین سید رو تعریف میکنم و مقدارش رو با تایم مقدار دهی میکنم. نال درست شد. حالا که در واقع به این شکل شد، اینجا میگم که سیاد کن، ببینیم مقدارش چقدر. سیاد کن دیگه، نمیگیم اینتر سید، میگیم که سید مساویه، چون سید با تایم مقدار دهی میشه. مقدار سید ببینیم چقدره. NDL این دستور باید پاک بشه چون ما دیگه مقدار اولی بهش نمیدیم. مقدارش با تایم مقدار دهی میشه. بعد استرند و بعدم حلقه. خب یه ران بگیرم. بله ببینین الان مقدار سیدم با این عدد مقدار دهی شده. این عدد بر حسب ثانیه است، یعنی ساعت من رو که الان 9:40 دقیقه است داره نشون میده، این 9:40 دقیقه تبدیل به ثانیه شده این عدد. حالا باید محاسبه کنیم ببینیم درسته یا نه. خب حالا چون ما ثانیه‌اش رو دقیقا نمیدونیم دیگه، یعنی باید بریم روی ساعت ببینیم دقیقا مثلا ساعت چنده، ساعتش در واقع چند هستش. درست شد که حالا این کار انجام نمیدیم. پس میاد مقدار سید من با تابع تایم مقدار دهی میشه. تایم منم اینجا توی الان در این لحظه اینه. پس میاد بعد از این 8 عدد تصادفی دیگر رو برای من چیکار میکنه؟ تولید میکنه. حالا بچه‌ها خیلی مهم بود این سه بخشی که گفتم، خیلی مهم بود. تابع تایم توی کتابخونه سی تایم یا تایم دات اچ قرار داره و با کمکش میتونیم سید یا هستمون رو مقدار دهی کنیم. با اسرند مقدار اولیه سید رو میشونیم تو اسرند برای اینکه اعداد در واقع تصادفی من طبق هسته من شکل بگیره و با تابع رندم این اعداد تصادفی ساخته میشه.
که حالا این ببینید اجرای مختلف گرفته که روی پردازنده های مختلف اینتل و اعداد متفاوتی رو در اختیارش گذاشته. اینم مثال بعدی به عنوان تمرین خودتون انجام بدید که تولید اعداد تصادفی رو توی محدوده مشخص داره، یعنی از همون تابع تایم استفاده کرده برای اینکه مقداردهی اولیش رو انجام بده و اون سید رو خونده، بعد اسرند کرده سید رو، دو تا متغیر مین و ماکس تعریف کرده و مین و ماکس رو وارد کرده، بعد یه دستوری گذاشته به اسم رنج مساوی با ماکس منهای مین به علاوه 1. درست شد؟ یعنی دو تا عدد مین و ماکس وارد کرده، حالا هر عددی بعد یه متغیر به اسم رنج تعریف کرده، ماکس و منهای مین کرده به علاوه 1 کرده. تو حلقه فورم که میخواسته اعداد تصادفی تولید کنه یه دستور نوشته دیگه، نوشته اینت آر مساویه با تابع رند، اون اعداد تصادفی رو تقسیم بر 100 کن، باقیمانده تقسیمش رو بر رنج به دست بیار، به علاوه مین کن. این برای اینه که خودمون یه بازه تعیین کنیم که از اینجا تا اینجا برای من عددم چاپ بشه. حالا یه دستور طولانی رو استفاده کرده، شما میتونید دستور ساده تر رو استفاده کنید. نکته خاصی نداره، یعنی اومده اعداد تصادفی رو توی یک محدوده مشخصی که برای خودش تعریف کرده چاپ کرده. اینم از پایان فصل 4. خب بچه‌ها یه استراحت برین و بیاین تا فصل 5 که فصل خیلی مهمی هست، فصل توابع رو با هم شروع کنیم. سوالی هست؟ فعلا خسته نباشید.